سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قرار هست با هم نحوه واریز به حساب رو در بروکر بررسی کنیم. همونطور که در بالا سمت راست صفحه هم میبینید ما تیک آبی رو گرفتیم و این نماد احراز هویتمون در بروکر هست. حالا دیگه ما اجازه داریم که واریز رو برداشت به حساب داشته باشیم. برای واریز به حساب شما از قسمت مای بلنس یا دپازیت میتونید هر مقدار وجهی که میخواید رو به حسابتون واریز کنید. همونطور که میبینید اینجا موجودی ولت ما رو 0 نشون میده و حالا ما برای اینکه واریزی خودمون رو انجام بدیم روی گزینه دپازیت کلیک میکنیم. توی این مرحله شما باید متد پرداختی خودتون رو تعیین کنید. برای مثال از طریق ارز دیجیتال تتر بر بستر TRC20 یا حتی بیت کوین میتونید انتقالتون رو انجام بدید و یا حتی تراکنش‌های بانکی که البته پیشنهاد میکنم روش تتر بر بستر TRC20 رو انتخاب کنید که کمترین میزان تراکنش انتقال وجه رو به حسابتون خواهید داشت. خب همونطور که میبینید اینجا برای شما آدرس ولت ایجاد شده که تا 60 دقیقه هم معتبر هست و فرصت دارید که از طریق صرافی یا ولت خودتون مقدار وجه تتری که مد نظر دارید رو به 8 سنت یا در واقع ارسال کنید. در صورتی که آدرس ولت رو سیو یا کپی نکردید میتونید از قسمت ویو مجددا آدرس ولتی که براتون ایجاد شده رو کپی کنید